أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. لا حول ولا قوة. از آیات گذشته بحث ما در رابطه با انعامات الهی بود، انعامات پروردگار بر بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام. هدف از این یادآوری این هست که اونها احسانات پروردگار را یاد کنند و به توحید خدا و به پیامبر خدا ایمان بیاورند. بعد از ذکر احسانات بعضی از خباثت‌ها و بعضی از فسادهایی که اونها مرتکب می شدند هم یادآوری شدند. یکی از مفاسد اونها و خبائث اونها که اینجا از نظر شمارش دومین هست، از نظر شمارش در این آیات جریان یوم السبت هست، روز شنبه هست که قرآن کریم در دو جا این واقعه را ذکر فرموده. جریان یوم السبت خلاصش اینه که روز شنبه، سبت یعنی شنبه، روز شنبه روزی بود که روز عبادت بنی اسرائیل بود، یهودیان بود و آنان در این روز اجازه نداشتند کار بکنند، فعالیت بکنند و تجارت بکنند، بلکه این روز عبادت بود و باید خودشون را برای عبادت فارغ می کردند. الله عزوجل در دین ما یسر قرار داده، آسانی قرار داده. روز جمعه که روز عبادت ماست، معامله و فعالیت بعد از اذان ممنوع هست. بعد از نماز مجددا آزادیم. در سوره جمعه خواندیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. نماز خوانده شد، میتونید که برید زمین خدا بگردید، کار بکنید، تجارت بکنید، درآمد داشته باشید، داد و ستد و غیره. اما اونها کلا روز شنبه اجازه نداشتند و اینها در منطقه بودند، شهری به نام ایله یا ایله. این جریان و این حادثه در زمان سیدنا داوود علیه السلام اتفاق افتاد. اینها در کنار دریا بودند، در عرض کنم بندری بودند به نام ایله و الله عزوجل اینها را امتحان کرد. همیشه اینها در امتحان ناکام بودند، ناموفق بودند. امتحان به این صورت که روز شنبه که تعطیل بود و شکار ممنوع بود، کسب و کار ممنوع بود، فعالیت ممنوع بود. روز شنبه که شغل اینها ماهیگیری بود، ماهی ها فراوان اصلا سر آب می آمدن. یوم سبتهم شرعا، یعنی روز شنبه شون آب سر آب، ماهی سر آب بود و اصلا با چشم دیده می شد، راحت شکار می شدند. و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، روزی که شنبه نبود ماهی نمی آمد. کذالک نبلوهم، الله عزوجل
میفرماید این گونه ما آنها را مورد امتحان قرار دادیم. لذا روزهای غیر شنبه هرچی میگشتند خبری از ماهی نبود. روز شنبه ماهی فراوان بود. پس اینها حیله‌ای به کار بردند و حیله‌شون این بود که اونها یه سری حفره‌های، خندق‌های، چاله‌های در نزدیک دریا حفر کردند و جویی از دریا به سوی اون چاله ها باز کردند. روزی که ماهی فراوان بود اون جوی را باز می کردند، ماهی ها را هدایت می کردند، می رفتند ماهی ها تو اون چاله و تو اون حوضچه‌ای که درست کرده بودند تو اون حوضچه ها قرار می گرفتند. بعدا دست دهنش را و راهش را می بستند که دوباره ماهی نتونه به دریا بره. لذا ماهی اونجا اسیر بود، می گفت ما شکار نمی کنیم، ما فعالیت نمی کنیم. روزهای بعد می آمدند و اون ماهی هایی که اونجا تو حوضچه اسیر کرده بودند اونها را شکار می کردند. با این حیله سر خودشون کلاه گذاشتن که یعنی ما در شنبه فعالیتی نداریم، ولی در واقع یک حیله بود. کار اصلی را در روز شنبه انجام می دادن. الله عزوجل بر این قوم عذاب آورد. اینها را الله مسخ کرد. مسخ یعنی تبدیل کرد شکلهایشون را به میمون و اینها تبدیل به میمون شدند. و بعد از اینکه تبدیل به میمون شدند، هر قومی که مسخ بشه و تبدیل بشه به موجود دیگر زیاد زنده نمیمونه، تا فوقش تا 3 روز زنده میمانه، بعد از 3 روز میمیرد. لذا این میمون های امروزی از اون نسل نیستن، میمون قبل از اون بوده. اینها بعد از 3 روز الله عزوجل موت و مرگ همه را فراهم آورد. لذا الله عزوجل می فرماید ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، همانا شما می دانید آنهایی را که تعدی کردند، زیاده‌روی کردند از شما در روز شنبه، بنویسید با شکار ماهی، به اصطیاد الحیتان. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم شما بشید ماهی، ببخشید میمون ذلیل. حال بعضی ها توجیه میکنند که منظور از میمون یعنی در خست و در خفت خدای عزوجل ذلیلشون کرد، اما نه، حقیقتا تبدیل به میمون شدند، خودشون میمون شدند. علامه آلوسی رحمه الله نوشته و ظاهر القرآن انهم موسخوا قردة، ظاهر قرآن اینه که اینها به میمون مسخ شدند. على الحقیقه و على ذلك جمهور المفسرین و هو الصحیح، عقیده جمهور مفسران همین است و صحیح هم همین است. ولم یعیشوا اکثر من 3 ایام، و از 3 روز بیشتر زندگی نکردند. پس ببینید این عذاب اون قومی که دستور خدا را با حیله میخواد نقض بکنه، دستور خدا را با این نوع توطئه ها، با کلاه شرعی به سر خود گذاشتن میخواد نقض بکنه. ما امروز بعضی مسائل را که میبینیم بسیار متاسف میشیم و باید بسیار بترسیم که خیلی از برادران خود ما هستند، هموطنان و همدینهای خود ما هستند که گاهی دستورات شرعی را میخواهند که با همین نوع حیله ها، با امثال این نوع حیله ها میخواهند چیکار بکنند؟ میخواهند که تغییر بدند. یک حکمی به عنوان مثال که حرام صریح هست، با خودشون چند نفر یه حیله درست میکنند، یا چه بسا یه ملای این حیله را بهشون نشون میده و از این طریق میخواهند که چی؟ اون حکم را جایز قرار بدن. به عنوان مثال اون حکم، یکی از اون احکام که امروز زیاد سعی میشه که حیله درست بکنن، حکم ربا هست. حکم ربا یکی از
محرمات الهی هست که در قرآن کریم نسبت به کسی که معامله ربوی می کند و از این طریق پول در میارد و کاسبی می کند اعلام جنگ شده. خدا فرموده که آماده جنگ با خدا باشید. خب الان خیلی افراد میبینند که نمیتونن ربا بکنن، یه حیله درست میکنند که این حیله هم مثل همین حیله بنی اسرائیلی هست. مثلا میخواد به یک کسی پول بده، وام بده، وام 100 میلیون تومان میده. خب اون میگه این ماشین را من بهت میفروشم، این ماشین را بهت میفروشتم به 100 میلیون تومان، این ماشین را بهش میفروشه به 100 میلیون تومان. باز میگه تو این را به من بفروش، به دوباره به خود من بفروش. اونم به صورت وام میفروشه به 100 میلیون، بعد خودش از او میخرد به 80 میلیون در همین یک جلسه. اصلا ماشینی هم گاهی بعضی از عزیزان میگه اصلا ماشینی هم در کار نیست، همینطور تلفنی میگه من ماشین خودم را فروختم، اصلا ماشینی نداره با این مشخصات. لذا دوباره اون ماشین را نقدی به 80 میلیون بهش میفروشه. این آقا 80 میلیون بهش نقد میده، الان 3 ماه بعد ازش 100 میلیون میگیره. یا اینکه 3 ماه بعد وقتی که نمیتونه بده یک معامله سوری میکنند، اصلا مبیعی در کار نیست، تلفنی اون 100 میلیون را به 120 میرسانند، چون که این 1 ماه 2 ماه تأخیر میشه به 120 میرسانند، بعد از مدتی اون 120 را به 150 میرسانند. به همین صورت هر چی تأخیر میشه میکشند. ربا همینه. و بعد میگن نه ما معاملات انجام دادیم. عرض کردم برای شما بنده خدایی گفت، سوگند یاد کرد که من از این بنده خدا وام گرفتم، ماشین وام گرفتم تقریبا 200 خورده، 260 یا 280 چقدر بود، اما هی ماشین گرفتم و همینطور سوری بوده، کشیده تا اینکه تا در حال حاضر 300 خورده بهش دادم، هنوز 1 میلیارد و 300 هنوز بدهکارم. این طور میکنه مردم. این حیله ها اینا بسیار خطرناکه. الله عزوجل در این امت بر افراد این امت لطف فرموده. اون عذابهایی که بر اقوام گذشته آمده مثل مسخ و مثل عرض کنم که به صورت دست جمعی عذاب به اون صورت نمیاره. الله عزوجل انفرادی سخت عذاب میده. انسان به خاک سیاه میشینه و آخر انسان چنین شرایط و وضعیت زندگی به خود میگیره که دوست داره خودکشی بکنه. این در این دنیاست، در اون دنیا خدا میدونه چه خبره. لذا باید عزیزان ما سخت برحذر باشند از حیله بازی. با حیله بخوایم احکام خدا را تغییر بدیم، الله سخت ناراضی میشه. اینها کارشون حیله بود. الله می فرماید فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ما به آنها گفتیم شما تبدیل بشید به میمون ذلیل و پست. و بعد الله می فرماید این حادثه و این عذاب را ما عبرتی قرار دادیم. چرا ما عبرت نمیگیریم؟ چرا ما درس نمیگیریم؟ فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها. الله می فرماید این داستان را، این عذاب را ما عبرتی قرار دادیم لما بین یدیها، برای اونهایی که جلوی اونها بودند، یعنی در اون زمان بودند. لمن قرب منها، کسانی که اون زمان نزدیک بودند، برای اونها عبرتی. و ما خلفها، و آنهایی که پشت سر اونها بود. ما خلفها من الامم، یعنی من جاء بعدهم بحر المحیط میگه انسانهایی که بعد از اونها میآیند برای اونها عبرتی. ما جز همونها هستیم و ما خلفها هستیم، باید برای ما عبرتی باشد. و موعظة للمتقین، و این داستان را ما موعظه قرار دادیم، پند و اندرزی قرار دادیم برای اهل تقوا، برای متقیان. کسی که متقی و خدا ترس باشه، از خدا میترسه، از این نوع واقعات تکان میخوره، عقب نشینی میکنه از هر حیله و نیرنگ بازی. احکام خدا شوخی ندارد، با حیله و نیرنگ هیچ وقت جائز قرار نمیگیره.
البته این بحث دیگری هست که گاهی یک مسئله جدیدی پیش میاد، علما، فقها، مجتهدین اینها سعی میکنند با توجه به مشکلات مردم، اگر یک جای روزنه جایزی هست، یه جای یه روایتی هست، یه دلیلی هست که میشه از روی اون دلیل این مسئله را جایز قرار داد، خب اون علما و مجتهدین کار خودشون را میکنند، فقها کار خودشون را میکنند. لذا اون چه که بنده عرض کردم در رابطه با کسانی هست، مردم عوام هست که برای خودشون حیله درست میکنند. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خباثت سوم و فساد سوم، الله عزوجل سخن فرموده و سخن رانده از جریان دیگر از جریانات بنی اسرائیل. اینجا دو واقعه هستند، دو داستان هستند. بعضی از مفسرین هر دو داستان را یکی قرار میدهند، میگویند اون بخشی که بعد از رکوع هست، و اذ قتلتم نفسا فادارأتم، اول اون اتفاق افتاد، بعدا این اتفاق افتاد، این اولی. خب جریان چی بود؟ در زمان سیدنا موسی علیه السلام یکی از بنی اسرائیل که بعضی گفتن اسمش عامیل بود، این آقای عامیل یا نام دیگه داشت، فرد ثروتمندی بود اما اولاد نداشت، برادری داشت، بعضی میگن برادرزاده، بعضی گفتند پسرموی داشت. خلاصه یکی از اینها بود، چون اگه برادر باشه برادرزاده وارث نمیشه، برادرزاده باشه پسرمو وارث نمیشه، اگه این هر دو نباشن وارث پسرمو میشه. کسی بود که از او ارث میبرد. چیکار کرد؟ این نصف شب رفت و اون ثروتمند را، اون آقای عامیل را کشت و بعد میخواست چون زودتر به ثروتش برسه، به ارثش برسه، بعد از این که کشت زد به سر و کلهش، آه و ویلا، آه و فغان که این برادر ما را، عموی ما را، پسرموی ما را کشتند. اینو متهم کرد، اونو متهم کرد، همسایه ها را، بقیه خویشاوندها را، هر کسی را متهم میکرد. لذا موسی علیه السلام علم غیب نداشت، نمیدونست چه خبره. پیش موسی رفتن، الله عزوجل برای به موسی وحی کرد که شما به اینها بگید گاوی بکشند، تکلیفش تعیین میشه. بنی اسرائیل به موسی گفتن که چه گاوی؟ اول گفتم ما را مسخره میکنی. موسی گفت اعوذ بالله، پناه به خدا، من اینقدر جاهل نیستم که شما را مسخره بکنم، دستور خداست. اونها بالاخره گفتن باشه چه گاوی؟ از موسی مشخصات پرسیدن. موسی گفت الله عزوجل دستور چنین گاوی. باز گفتن که عمرش چقدر باشه، سنش چقدر باشه، رنگش چه باشه، هی پرسیدند، خودشون بر خود سخت گرفتن. الله عزوجل هم شرایط را سخت‌تر کرد تا اینکه خلاصه اون گاو را با طلا و نقره و با پول بسیار هنگفتی گرفتند، خریداری کردند، گیر آوردند و گرفتند و اون گاو را کشتند. بعد از اینکه اون گاو را کشتند، اون گاو دستور داد که بخشی از گوشت گاو را بزنید به همین فرد، به بدنش بزنید. به بدنش زدند، او زنده شد و گفت که مرا برادر خودم کشته، برادرزاده خودم کشته. قاتلش را معرفی کرد و دوباره مرد. خدای عزوجل به این صورت افشا کرد قاتل را و رسوا کرد. خب در بعضی از داستان ها می آید که تا زمانی که بنی اسرائیل این گاو را خواستند خریداری بکنند و بکشند، هی بگرد اینجا بگرد اونجا بگرد، طول کشید، سالها طول کشید. در بعضی روایت هست 40 سال طول کشید. 40 سال چطور میتونه یک جنازه را نگه دارد؟ به این خاطر بعضی گفتند این بخش اول داستان چیزی دیگه هست، اون بخش دوم چیزی دیگه هست.
ابتدا خدای عزوجل دستور داد، کسی کشته نشده بود، دستور داد به بنی اسرائیل که گاوی بکشید، نه به خاطر جنازه، نه به خاطر مرده، همینطور دستور داد گاوی بکشید. خب بعدا مفسرین گفتند که چرا گاوی؟ به دلیل اینکه بعد از اینکه سامری اینها را به سوی گاو پرستی و گوساله پرستی دعوت داد، محبت گاو در دلشون نشسته بود، قرار گرفته بود. خداوند میخواست که این محبت از دل بیرون بیاد، خارج بشه، لذا الله عزوجل دستور داد باید گاو را بکشید، قربانیش بکنید. وقت هر چیزی را انسان قربانی بکنه، محبتش چی میشه؟ از دل خارج میشه. به همین خاطر برای اینکه محبت دنیا کم بشه، خدا دستور داده مال خرج کنید، زکات بدید، صدقات بدید، انفاق بکنید، نفلی بدید، تا این مال را قربان کنید. اون وقت محبت رحمان در دل میاد که این مال را برای رحمان قربان میکنی. پس به اونها هم دستور دادن که مال را چی بکنند؟ گاو را قربان بکنند. اونها امروز و فردا کردن، لیت و لعل کردن، شرایطش را گیر نیاوردن، تا 40 سال طول کشید. بعد از این که 40 سال شد، گاو را کشتند تا دستور خدا اجرا بشه. بخشی از محققین همین گفتند، گاو را کشتند. اون وقت که گاو را کشتند، همین زمان اون مرد بنی اسرائیل، اون آقای عامیل هم کشته شد. اون کی کشت؟ این به گردن اون بنداز، اون به گردن دیگری بنداز، تا اینکه خدای عزوجل دستور دادن از همین گاو که برای خدا قربان شده بخشی از گوشتش را بزنید به او تا او زنده بشه، قاتلش را معرفی بکنه. همین کار را کردن. پس فرمودند که اون داستان یه داستان جداگانه هست. این داستان جداگانه هست. گاو را که کشتند، اون اتفاقا اون مرد هم کشته شد. این دو صورت. و سومی صورت نظر شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله است که این را بعداً عرض میکنم. حال حافظ ابن کثیر درباره این جریان میگه، این که گفتم پسر مویش را کشت و خدا دستور داد گاو را بکشید، گرچه در قرآن اشاره شده، اما اصل این داستان ابن کثیر فرموده الظاهر انها مأخوذة من کتب بنی اسرائیل. این داستان از کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده و هی مما یجوز نقلها. این داستانی است که نقل و روایتش جایز انسان بکنه، ولکن لا تصدق ولا تکذب، نه تصدیق میشه نه تکذیب. فلهذا لا یعتمد علیها، بنابراین بر اون اعتماد نمیشه کرد، الا ما وافق الحق عندنا. بنابراین هم شیخ ما رحمه الله هم امام نصفی میفرماید این دو داستان جداگانه هست. ببینید عبارت نصفی را، عبارت اول آلوسی را، قیل انه یجوز، میفرماید که امکان دارد ان یکون ترتیب نزولها علی موسی علی حسب تلاوتها. همینطور که ما تلاوت میکنیم، اول داستان کشتن گاو است، بعداً کشته شدن اون مرده. شاید اصل حادثه به همین ترتیب بوده، یعنی اول دستور داده شد گاو را بکشه. ببینید یجوز ان یکون ترتیب نزولها علی موسی علی حسب تلاوتها. به چه صورت؟ به ان یأمرهم الله تعالی بذبح البقره. خداوند موسی را دستور داد که گاو بکشند، ثم یقع القتل، بعدا اون قتل اتفاق افتاد، فیؤمر بضرب بعضها، دستور داده شد که از این گاو بعضی را به اون مرد بزنید. و تفسیر نصفی، تفسیر مدارک نوشته چرا دستور دادن گاو بکشند؟ خب پس گاو به خاطر اون مردکه کشته نشد. قیل انما امروا بذبح البقره دون غیرها من البهائم، دستور داده شدن که گاو بکشن نه حیوان و چارپای دیگر، لانها افضل قرابینهم، به خاطر اینکه بهترین قربانی این بود، ولعبادتهم العجل،
یعنی بهترین چیزی بود که از این تقرب حاصل میکردن و به خاطر اون عبادت گوساله فاراد الله ان یهون معبودهم عندهم، خداوند خواست معبود اونها را پیش اونها چی بکند؟ کوچک بکند، ذلیل بکند. این گاو معبودی نیست، ارزشی ندارد. علامه اندلسی هم نوشته و انما اختص البقر من سائر الحیوانات، از میان تمام حیوانات گاو اختصاص یافت، لانهم كانوا يعظمون البقر، چون که گاو را احترام میگذاشتند، و یعبدونها من دون الله فاختبروا بذلك، لذا امتحانی خدا براشون آورد که گاو بکشند. خب پس گاو را کشتن. اما حضرت حسین علی میفرماید اینا دو داستان جداگانه هست، اصلا قضیه گاو با قضیه او فرق میکنه. دلائلش را خدمت شما عرض میکنم بعدا. الله میفرماید و اذ قال موسی لقومه، زمانی که موسی به قومش گفت ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، بدون شک خدا شما را امر میکند اینکه ذبح بکنید گاوی را. چرا؟ عرض کردم به خاطر اینکه گاو معبودشون بود، معبود اونها شکسته بشه جلویشون. اونها ابتدا باور نکردن. قالوا اتتخذنا هزوا، آیا ما را به مسخره گرفتی؟ استهزا میکنی، مسخره میکنی. موسی قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، پناه به خدا از اینکه من جاهل باشم و جاهل بشم. پس اونا باور کردن واقعا دستور گاوه. به موسی گفتن خب از رب استفسار بفرما، سوال بفرما که چه گاوی باشد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، از رب بخوا دعا کن، یبین لنا بیان کند برای ما، ما هی اینجا جلاله نوشته سنها، چه گاوی باشد از نظر سن، پیر باشه، جوان باشه، متوسط باشه. جواب موسوی قال انه یقول انها بقره، همانا الله می فرماید گاوی باشد که لا فارض، نه زیاد پیر باشد. فارض اسم للمسنه التي انقطع ولادها، گاو پیری را میگن که دیگه گوساله نمیاره، یعنی ولادت نداره، از بس پیر شده. ولا بکر، و نه خیلی جوان باشه. جوان بکر اون را میگه هنوز بچه نزایده، بلکه چقدر باشه؟ عوان بین ذالک، این تاکید ما قبل است. عوان بین ذالک یعنی بین این دو متوسط باشه، میانه باشه. خب ففعلوا ما تؤمرون، انجام بدید اون کاری که میخواید بکنید. خب فقط سنش اینجا بیان شد، ولی اینها هنوز سوال میکنند، هنوز میخوان بیشتر بدونند. اون که ما گاهی میگم سوالات بنی اسرائیل، همین سوالات. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود اگر اینها هیچ سوال نمیکردن، همون ابتدا هر گاوی میکشتن کفایتشون میکرد. خودشون سوال کردن، بر خود سخت گرفتن. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، استفسار دوم، سؤال دوم. از ربت بخوا دعا کن برای ما بیان بفرماید ما لونها، رنگش چی باشد، چه رنگی. جواب این سوال وقتی که از الله پرسیدن، قال انه یقول انها بقره صفراء، همانا الله می فرماید گاو زرد رنگی باشه. بیا گاو زرد از کجا پیدا میکنی؟ فاقع لونها، تند باشد رنگش، خالص باشد، زرد. تسر الناظرین، تماشا کنندگان را خوش بکند، یعنی هر که ببینه کیف بکنه از دیدنش، از بس خوشگل باشد، زیبا باشد، زرد باشه. عجب، چنین گاوی از کجا پیدا بکنیم؟ دوباره بازم میگه ما سرگردانی نمیدونیم چه گاوی باشد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، از رب بخوا برای ما بیان کنه چه گاوی باشه. یعنی چه؟ گاوها متفاوت هستند. یک گاوی هست که سر زمین کار میکنه،
زمین را شخم میزنه، میشکنه، آب میکشه، کارهای شاق دیگر میکنه. یه گاوی هست که به اصطلاح با رمه گاوها هست تو بیابان، یه گاوی هست جلوی خانه همیشه خوب نگهداری شده، خوب به اصطلاح خدمت شده، کاه و علف شده. چه گاوی باشد؟ ان البقره تشابه علینا، علت سوال، چون گاو بر ما مشتبه شده نمیدونیم کدوم. و انا ان شاء الله لمهتدون، و اگر خدا بخواد، ان شاء الله، اگر خدا بخواهد ما هدایت میشیم. در روایت هم اگر این ان شاء الله، همین ان شاء الله کمکشون کرد. این ان شاء الله را گفتن، خدا توفیقشون داد گاو را بکشن. اگر این نمی گفتن اصلا صاحب توفیق نبودن. خب موسی جواب الهی را بیان فرمود. قال انه یقول انها بقره، همانا الله می فرماید اون گاوی باشد که لا ذلول، ذلول اون گاوی که خیلی خدمت کرده، خیلی عرض کنم که اذیت شده در خدمت زراعت و کشت و زمین، که تثیر الارض، نه چنان گاو کاری که تثیر الارض، زمین را شخم بزنه، زمین را بشکند. ولا تسقی الحرث، و نه کشت را آب داده باشد، یعنی چنین گاوی که همیشه تو کار بوده نباشد. مسلمتون، گاو سالمی باشد، ای بریئت من العیوب، از عیب پاک باشد، بدور باشد. لا شیة فیها، هیچ خالی توش نباشه یا هیچ زخمی توش نباشد. لذا وقتی که موسی علیه السلام این ویژگی‌ها را گفت، قالوا الان جئت بالحق، حالا حق را گفتی و حق را ادا کردی. جئت بالحق، حق اینجا به معنی حقیقت است، حقیقت را گفتی، الان ما متوجه شدیم. الله عزوجل میفرماید فذبحوها و ما کادوا یفعلون، بالاخره اون گاو را گیر آوردند، اون را کشتند و نزدیک نبود این کار را بکنند، اما بالاخره این کار را کردند. خب حال عنایت داشته باشید که بعد از مدت ها، عرض کردم بعضی میگن بعد از 40 سال، هی طول کشید و گشتند، بالاخره بچه یتیمی را دیدند که چنین گاوی داشت و بالاخره تمام سرمایش همین یک گاو بود. از قضا الله عزوجل میخواست این یتیم به نوایی برسد، مادرش را گفته این گاو را به ما بده. خلاص کاملا همون شرایطی که خدا فرموده بود این گاو داشت. اون گفت نمیدم. خلاصه چانه زدند تا آخر به اندازه پری پوست این گاو از طلا و نقره قرار شد بدند اون گاو را بگیرند. به همون اندازه طلا و نقره دادن، به اندازه همون طلاهایی که اون گوساله را درست کرده بودن با اون طلاها، همون قدر طلا اینا قربانی کردند تا اینکه بالاخره گاو خریداری شد. الله میفرماید اون ذبح کردن اما نزدیک نبود که این کار را بکنن. خب حال این گاو را که کشتند، بر اساس گفته مفسرین، خب این جنازه هم حاضر شد همین وقت یا از قبل بود، دستور داده شد که این جنازه را با یک تکه از همین گاو دستش، پایش، گوشتش را بهش بزنند، به محض اینکه اتصال واقع بشه این زنده میشه. اون زنده شد و داستان خودش را تعریف کرد که این پسرمویم یا این برادرزاده‌ام اون شب منو کشت به خاطر مال، بعد دوباره مرد. خلاصه اون برادرزاده، اون قاتل هر که بود رسوا شد. حال این آیت را ترجمه بکنم. الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، اون زمانی که شما کشتید یک نفسی را ای بنی اسرائیلیا، فادارأتم فیها، به گردن هم دیگه انداختید آن قتل را. این می گفت او کشته، تدارع، هر کسی از خود دفع بکنه به گردن دیگری مندازه، اینا میگن تدارع. این می گفت او کشته، اون می گفت اون کشته، به این شکل، در حالی که والله مخرج ما کنتم تکتمون. مخرج به معنی مظهر، خدا ظاهر کننده بود، آشکار کرد
آن چیزی را که شما مخفی میکردید. یعنی قاتل مخفی کرد، خدا آشکارش کرد. چطور؟ فقل نضربوه ببعضها، ما دستور دادیم که او را بزنی به بعض آن. به بعض چی؟ بقیه مفسران میگن به بعض البقره، با بعضی از گاو. اما اینجا میخوام نظر شیخم را عرض بکنم که با همه مفسران تفاوت دارد و ایشون برای این نظر هم دلایلی دارند. ایشون میفرماید که اینجا که خدا فرمود، اصلا اینجا قضیه گاو نبود، قضیه گاو یک چیز دیگه بود، تمام شد و رفت. این یک قضیه دیگه هست. ما گفتیم این مرده را بزنید، فقل نضربوه به بعضها، به بعض نفس خودش، به بعضی از اعضای خودش، یعنی دستش را بزنی به شکمش، بزنی به سینهش، بزنی به پایش، تا دست خودش را، پای خودش را، عضو خودش را. اصلا با گاو ارتباطی نداره. چطور؟ ببین دلایل شیخ رحمه الله. اولا خدای عزوجل میخواهد اون گاو را چی بکند؟ نشون بده که گاو معبود نیست، گاو را اهانت بکند، ذلیل بکند که شما این حیوان بی زبان را به عنوان خدا گرفتید. این حیوان بی زبان الان شما بکشید هیچ کاری از دستش نمیشه. بکشید، کشتن، دیدن که بله این یک حیوانی بود، ما احمق بودیم که اینو پرستش میکردیم. پس خدای عزوجل به این نیت دستور داده بود که گاو را چی بکنند؟ گاو را بکشند. حال اگر ما بگیم که گاو این بنده خدا را زنده کرد، پس معجزه گاو ثابت شد. اگر ما بگیم که فقل نضربوه ببعضها، یعنی این نفس را با بعضی از اعضای گاو بزنید، پس معلوم میشه که گاو قدرت داره، گاو مرده را زنده میکنه. اون چیزی که هدف بود، اون هدف از بین رفت یا نرفت؟ به این خاطر شیخ میفرماید که منظور این نیست که گاو را با این بزنید. نه، اون داستان گاو تمام شد، گاو را خدا دستور داد بکشند، به خاطر اینکه گاو را اشرب فی قلوبهم العجل، در اعماق قلب اونها محبت گاو و گوساله جا گرفته بود. خدا میخواست این محبت از دل خارج بشه، دستور داد که چی بکنید؟ گاوی بکشید. اون داستان تا اینجا تمام شد. از اینجا به بعد و اذ قتلتم نفسا فادارأتم یک داستان دیگه هست. دلیل اول همین که عرض کردم، شما معجزه گاو را ثابت نکنید. دلیل دوم، قرآن مجید هر جا که و اذ میگه، تجربه آیات گذشته اینه که از اونجا به بعد یک داستان جدیدی شروع میشه. و اذ قال موسی، و اذ عرض کنم که اخذنا میثاقکم و اذ رفعنا فوقکم الطور و اذ واعدنا موسی 40 لیله. بعد از اذ شما نگاه کنید، داستان بعد با داستان قبل چیه؟ متفاوته. پس اینجا هم و اذ قتلتم، داستان بعد با داستان قبل چیه؟ متفاوته، هیچ ارتباطی نداره. اون در یک زمان دیگه بود، این در یک زمان دیگه. این دوتا دلیل. و سومین دلیل که شیخ رحمه الله می فرماید اینه که عرض به خدمت شما، اونطوری که در داستان، اگر ما اون داستان را اعتبار بکنیم، میگویند کشتن گاو چقدر طول کشید؟ 40 سال. چطور ممکنه یک جنازه تا 40 سال بمونه؟ این خودش از نظر عقلی و بداهت عقلی غلطه. پس اینها همه در کنار هم دلیل بر این که داستان گاو و کشتن گاو غیر از داستان چی هست؟ کشتن یک انسانی که او را یکی از وارثانش کشت. لذا حال ما بر اساس اون توجیه و تفسیری که حضرت شیخ ذکر می فرماید، بر اساس اون ترجمه می کنیم. الله می فرماید و اذ قتلتم نفسا فادارأتم، این خباثت چهارم است، فساد چهارم شما بنی اسرائیلی ها.
وقتی شما کشتید نفسی را فدارأتم فیها، به گردن هم دیگه می انداختید آن جریان را. والله مخرج ما کنتم تکتمون. مخرج یعنی مظهر لا محاله، الله ظاهر کرد آنچه که شما پوشیده می کردید، الله میخواست ظاهر بکنه. لذا چیکار کرد؟ فقلنا، ما دستور دادیم اضربوه، آن قتیل را بزنید، آن قتیل کشته شده مقتول بزنیدش. با چه؟ به بعضها، به بعضی از نفسش، به بعضی از نفس و بدنش بزنید. و الله عزوجل اینجا یه جمله معترضه برای احیای اموات بیان میفرماید. ببینید همان گونه که اون بنده خدا زنده شد، مرده ها را خدا روز قیامت زنده می کند. کذالک یحیی الله الموتى، این گونه خدای عزوجل زنده می فرماید مردگان را. و یریکم آیاته، و به شما نشان میده آیات را، یعنی نظائر قدرتش را. لعلکم تعقلون، این حکمت ارائه آیات است، شاید شما به هر حال عقل کنید، شما متوجه بشید، شما به عقل و خرد بیایید و بفهمید. اما شما به جای اینکه به عقل بیایید، به جای اینکه دلتون تکان بخوره، دلتون نرم بشه، شما متاسفانه خیلی فاصله دارید از واقعیت. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. الله عزوجل اینجا از قساوت قلب یهودی ها سخن میگوید، بنی اسرائیلی ها سخن میگوید. اینو بدونید متاسفانه امروز قساوت قلب زیاد است، سنگدلی زیاد است. یکی از بزرگترین مریضی ها و بهتر بگم یکی از عذاب ها اینه که دل ما سنگ بشه، دل انسان تکان نخورد. این سنگدلی و سختدلی این عذابی است. انسان که سخت دل بشه اون وقت از آیات هم متاثر نمیشه. و دل را چه چیزی نرم می کند این جز موضوع امروز ما نیست، ولی خیلی چیزها هستند. اما دو چیز که عمده هستند، یکی تلاوت قرآن مجید با استحضار و با تدبر، و دوم ذکر و یاد الله. الله را انسان با حضور قلب یاد بکند دلش تکان میخورد. لذا الله عزوجل میفرماید ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، سپس دلهای شما سخت شد بعد از آن. فهی کالحجاره، پس این دل مثل سنگ شد. او اشد قسوه، یا از سنگ هم سختتر. آیا از سنگ هم سختتر هست؟ بله خیلی چیزا از سنگ سختره. فولاد از سنگ سختتر نیست؟ آهن از سنگ سختتر نیست؟ و الله عزوجل در این آیات سخن میگوید از اینکه سنگ با وجود سختی در وجودش، در درونش خوف خداست. بعضی سنگ ها معلوم میشه که خوف خدا بیشتر دونها. ما فکر میکنیم سنگ ها شعور ندارند، ما فکر میکنیم که سنگ ها درک ندارند. نه، در سنگ هم شعور هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم به جبل احد چی میفرماید؟ هذا احد جبل یحبنا و نحبه. این کوهی هست که ما او را دوست داریم و او ما را دوست دارد. فرمود من یک سنگی را میشناسم که هر وقت آن حضرت میرفت اونجا سلام میگفت بر آن حضرت. سنگ هم گاهی شعورش، درکش از انسان بیشتر میشه و بالخصوص نرمیش. بعضی دلهای سخت هستند، نباید بگیم سنگ دل، بگیم سخت دل، چون بعضی سنگ ها هستند که چی؟ نرمند. الله عزوجل اینجا سه نوع سنگ را ذکر میکنه. یک سنگی اونه که از دل اون سنگ نهر جاریه، یک سنگی که از خود اون سنگ چشمه جاریه، و یک سنگی که خود از درون اون آب و قطره نمیچکه. اما اون سنگ از روی کوه میغلطه. چرا؟ از خدا میترسه. الله این فرموده
الله می فرماید و این من الحجارة لما يتفجر منه الانهار، همانا بعضی از سنگ ها هستند اونهایی که جاری هست از دل اون سنگ نهرها. و این منها لما یشقق، همانا بعضی از همین سنگ ها است که شکافته میشه، درونش باز میشه، دلش باز میشه. فیخرج منه الماء، از آن آب خارج میشه، از آن قطره آب میچکد، میشه معلوم میشه در درون اشک است. و این منها لما یهبط من خشیت الله، همانا بعضی از این سنگ ها هستند که هبوط میکند، یعنی پایین میاد از سر کوه، میغلطد از خشیت الهی، از خشیت الهی. پس از اینجا چی معلوم شد؟ که ان المعنى ان الحجاره تتأثر و تنفعل، سنگ متأثر میشه، منفعل میشه، یعنی اثر را میپذیرد. اما و قلوب هؤلاء، قلوب این بدبخت ها، لا تتأثر ولا تنفعل عن امر الله، از امر خدا نه متأثر میشه و نه اثر میپذیرد. اصلا این قلوب اینها اثر پذیر نیست. لذا الله میفرماید دل شما اینقدر سخته، و ما الله بغافل عما تعملون، الله غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید، اعمال شما را میبیند، قساوت دل شما را میبیند. فیجازیکم حسب اعمالکم، بر اساس عمل شما الله عزوجل به شما جزا میده، شما را به کیفر اعمالتان میرساند. الله پناه بده. لذا اینقدر انسان نباید سخت دل باشه که آیات الهی هم دلش را تکان ندهد. افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله. اون چی که ما در گذشته و در آیات گذشته خواندیم درباره یهود گذشته بود، بنی اسرائیل زمانهای سابق بود. حال ما در رابطه با یهودی های زمان رسول الله میخوانیم، درباره خباثت های اینها، درباره بدبختی های اینها. ببینید در این آیات تا رکوع که ما انشاءالله میخوانیم 5 گروه را خدا ذکر فرموده. 5 گروه از یهودی ها، از بنی اسرائیلی ها مورد تذکره قرار گرفته، خباثت های اونها بیان میشه. یکی احبار و رهبان یهود، علما و دراویش. خوب دقت بفرمایید. اول احبار و رهبان، دوم منافقین یهود، اون منافقینی که دورنگی میکردن، دو نقش بازی میکردن، ظاهرش مسلمان، پشت پرده با اونها. سوم جهال یهود، بی سوادها، عوام، اینها هیچ عملی نمیکردن، فقط خوشبین بودن، ما پیغمبر زادیم، اینها رو فریب داده بودند. چهارم علماء محرف، یعنی علماء یهود که تحریف کردن تورات را، دستکاری کردن تورات را، اینها. پنجم صاحبزاده ها و آقازاده ها، اونهایی که به نسبت و به حسب و نسب خودشون افتخار میکردن. لذا الله عزوجل این 5 گروه را اینجا مورد تذکره قرار داده. الله میفرماید افتطمعون ان یؤمنوا لكم، آیا شما انتظار دارید، طمع دارید که به شما ایمان بیاورند، به دین شما؟ وقد كان فریق منهم یسمعون کلام الله، گروهی از اینها کلام الهی را میشنیدند، ثم یحرفونه، بعدن اون را تحریف کردند. ببینید منظور از کلام الله چیه؟ خوب دقت بفرمایید. من البته امشب یک نکته جدیدی که بعضی از علما و مشایخ ما ذکر کردند اون را خدمت شما عرض بکنم.
اون اینه که تورات، انجیل، بقیه کتابهای آسمانی غیر از قرآن، هیچ یک از اینها کلام الله نیستند. اینها همه کتب الله هستند، کتاب الله هستند، کتاب خدا هستند. یعنی خداوند دستور داده نوشتند، کتاب الهی هستند. کلام الهی که خداوند خودش بفرماید تعبیر الله باشد نیستند، مراد الله هستند. ملائکه نوشتن، دیگه ماموران نوشتن، خلاصه نوشته شده. اینا کتاب الله به اینها گفته میشه. این مطلب را از مشایخ بزرگان ما مثل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه در کتاب خودشون براهین قاسمیه نوشتند و همچنین شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله در اون حاشیه ترجمه قرآنی که دارند اونجا نوشتند که کلام الله فقط قرآنه. کلام الله فقط چیه؟ قرآنه. هر جا نگاه بکنید به تورات، به انجیل کتاب الله گفته شده، کتاب گفته شده. خب فقط اینجا کلام الله آمده. بعضی میگویند که مجازاً بهش کلام الله گفتند، حقیقتا کلام الله نیست. بعضی میگن نه، منظور از این کلام الله اون کلام الهی هست که در کوه طور خدای عزوجل با یهودی ها کلام فرمود که تورات کتاب من است. اون کلام هست، کلام خدا. اینا آمده همون کلام خدا را چی کردند؟ تحریف کردند. همه را نگفتن، گفتن خداوند فرموده کتاب مال من است، اما میتونید عمل نکنید، اختیار دارید. پس اونها خود کلام خدا را تحریف کردند که شنیده بودند، نه اینکه تورات اینجا مراد است. تحریف تورات بعداً میآید. تورات کتاب الله است، کلام خدا نیست. خب این مطلب را میخواستم عرض کنم. اما قرآن کلام الله هست، این کلام عین کلام الهی است. الله میفرماد یا ایها الذین آمنو، یا عبادی، یا ایها النبی، یا ایها الرسول. این کلام خداست، یعنی تعبیرات هم مال الله عزوجل هستند. این ویژگی قرآن است، بقیه کتاب ها اینطور نیستند. خب این بزرگان ما این ادعا را دارند، دلایلی هم دارند که بعضی از دلایل را بنده عرض کردم. خب حال الله عزوجل درباره این قشر از یهودی ها چی میفرماید؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، آیا شما انتظار دارید، طمع دارید که اینها به شما ایمان بیاورند؟ وقد کان فریق منهم، در حالی که گروهی از همین یهود، از علما، از احبار و رهبان، از اینها یسمعون کلام الله، کلام خدا را میشنیدن، ثم یحرفونه، بعد آن را تحریف میکردند، از خود تغییر میدادند، من بعد ما عقلوه، بعد از این که را فهمیدن، و هم یعلمون، اونها میدانستند. ببینید، یعنی اون چه که خدای عزوجل فرموده بود اون را تحریف کردند، اون را تغییر دادند. اما بعضی میگن اینجا مجازاً به تورات کلام الله گفته شده. علماء یهود، احبار و رهبان یهود تحریف کردند تورات را. چه تحریفه؟ تحریف بر دو نوع هست، یکی تحریف لفظی، یکی تحریف معنوی. الفاظ را هم تغییر میدادند که بعداً میاد، معانی را تغییر میدادند، یعنی اون مرادی که مراد الله عزوجل بود، بالخصوص در رابطه با مثلا صفات رسول الله، صفات پیامبر خاتم، اونها را تغییر میدادند. خب من یک نکته دیگه میخوام عرض بکنم. اون نکته این هست که به قول حضرت امام ولی الله دهلوی رحمه الله، تمام مریضی ها و خباست هایی که یهودی ها دارند، نه یهودی ها، اون گروه های چارگانه گمراه که در قرآن آمده، 4 گروه گمراه در قرآن ذکرشون آمده: یهود، نصارا، مشرکین، منافقین.
انحرافات و ضلالت ها و گمراهی های این 4 گروه امروز در میان مسلمانان متاسفانه هست. ما مسلمانان باید بیدار بشیم و با این انحرافات مبارزه بکنیم. حال قرآن مجید را هیچ کس جرأت نداره تحریف بکنه، تحریف لفظی. الفاظ قرآن را کسی پدرش جرأت نمیکنه الفاظ قرآن را عوض بکنه، اما تحریف معنوی بعضی ملاهای دین فروش کردند و میکنند. خیلی از آیات هستند که امشب فرصت کمه، انشاءالله در یک فرصت دیگه عرض میکنم. به عنوان مثال هر جا که خدای عزوجل فرموده من دون الله، غیر از خدا را عبادت نکنید، تحریف معنوی همینه. میگه منظور از من دون الله بت هست. بت را هر کسی که عبادت کنه شرک است. اما اگر دوستان خدا را کسی فریادی بزنه، کسی اونها را سجده‌ای بکنه، کسی طوافی بکنه، این اشکالی نداره. این تحریف قرآنه. مگه معنی من دون الله بته؟ کی گفته؟ در کدوم زبان است؟ لذا این نوع تحریف یعنی الفاظ را جابجا نمیکنه، معنا را طوری معنا میکنه که چی از اون میخواد برداشته بر اساس همون عقیده خودش بگیره. خب الله عزوجل میفرماید کلام الله را تحریف کردند بعد از این که فهمیدند و هم یعلمون، و اونها میدانستند. خب این تذکره احبار و رهبان یهود. گروه دوم کی بودند؟ منافقین یهود. ببین منافقان یهود می آمدن با مسلمانان به ظاهر می گفتن ما مسلمانیم، و بعد به مسلمانان می گفتن که در تورات ما درباره رسول الله اوصاف رسول الله ذکر شده. اون آیات را ذکر می کردن. این آیات را که ذکر می کردن بعدا می رفتن پیش اون اساتید خودشون، پیش رؤسای خودشون، اونها اینها را سرزنش می کردن. شما چرا گفتید؟ فردا همین مسلمانان بر علیه شما حجت می گیرند، فردا همین حرف خود شما را دلیل می گیرند روز قیامت. یعنی همین که از دهنشون در می رفت بعضی چیزها و بعضی حقایق را می گفتند، بعض پشت سر اون بزرگترهایشون چی می کردند؟ ملامت می کردند. الله می فرماید و اذا لقوا الذین آمنوا، جماعت دوم منافقین یهود، هرگاه ملاقات می کردن با کسانی که ایمان آوردن، قالوا آمنا، می گفتن ما ایمان آوردیم. و اذا خلا بعضهم الى بعض، وقتی که خلوت می کردن بعضی به پیش بعضی دیگر، یعنی منافقین خلوت می کردن با علماء یهود. علماء یهود چی می گفتن؟ قالوا اتحدثونهم، آیا شما بیان می کنید برای این مسلمانان بما فتح الله علیکم، آن چیزی را که خدا بر شما گشوده، یعنی برای شما بیان کرده. فتح به معنی بیان کردن و ظاهر کردن. اون چیزی که خدا برای شما بیان کرده، برای شما ظاهر کرده، اون را چرا برای مسلمانان بیان می کنید؟ لیحاجوکم به عند ربکم، تا که لام عاقبت است، تا که به وسیله همین دلیل شما بر علیه شما حجت بگیرند، با شما چی بکنند؟ با شما بحث بکنند، بر علیه شما دلیل بگیرند نزد ربتون، در دنیا یا در آخرت. منظور چیه؟ میگفتند که تخبرون المؤمنین، شما رفتی به مسلمانان خبر دادید بما بین الله لكم، خاصتا اون چیزی که خدا برای شما گفته، من نعت نبیه محمد صلی الله علیه وسلم، نعت و تعریف پیغمبر را تو کتاب تورات، شما چرا برای مسلمانان رفتی گفتید؟ از این ناراحت بودن، ملامت میکردن منافقین را. افلا تعقلون، آیا شما عقل ندارید که همین حرف شما را بر علیه خود شما حجت میگیرند، بر علیه خود شما دلیل میگیرند؟ الله عزوجل میفرماید احمق های یهود، کودنها، شما که نگویید خدا که میگه به اینها، خدا همین چیز را میداند. الله میفرماید اولا یعلمون،
آیا این حماقت یهود است؟ آیا این یهودی ها نمیدانند ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون؟ همانا الله میداند آن چیزی که اینها مخفی کردند و آن چیزی که علنی کردند. هر چیزی که مخفی میکنند هم خدا میدونه، هر چیزی که علنی میکنند هم خدا میدونه. همه را برای بندگان خودش خدا تعریف میکنه، بیان میکنه، اونها 100 جا کتمان بکنند. بالاخره این ذکر گروه دوم بود، گروه منافقین. و منهم امیون، گروه سوم، ذکر گروه سوم عامه یهود. عامه همون جهلا، عوام، اینهایی که هیچ چیزی نداشتند و نمیدانستند بغیر از یک سری تخیلات، تخیلاتی بودند. نه ایمان میاره، نه عمل میکنه، نه نماز میخونه، نه جلوی خدا سجده میکنه، خم میشه و بعد آرزو داره که بخشیده میشم، ما از اولاد پیامبرانیم، ما از مقربان خداییم. لذا این تصور، این تخیل، اینا عوام به اونها اینو فهمونده بودند. البته ملاها اونها رو فریب داده بودند، تو گوششون خونده بودند. خوب دقت بفرمایید، بعضی از عوام ما را هم همینطور فریب دادند. بعضی از مردم را میگم نماز بخونیم، میگه مولوی صاحب اصل دل پاک باشه خدا میبخشه. کی بهت گفته؟ خدا هر جا تو قرآن حداقل 80 بار دستور داده که نماز بخونید. شما از کجا آوردید دلت پاک باشه؟ لذا بعضی مردم فریب خورده هستند، خودشون را خودشون گول میزنند. به این عوام یهود چی گفته بودند؟ گفته بودند که اگر گفته بودند شما همه شما بخشیده میشید چون شما پیغمبرزاده ها هستید. ما یهودی ها به شرط اینکه یهودی باشیم ما تو آتش جهنم نمیسوزیم الا ایاما معدودات و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. آتش به ما نمیرسه، اصلا ما را نمیسوزنه مگر چند روزه. همون چند روزی که پدران ما اونجا گوساله پرستی کردن به اندازه همون 40 روز کمتر بیشتر ما را آتش نمیسوزه. لذا آتش بر ما حرامه. ما پیرو موسییم، ما پیرو هارونیم، ما پیرو این انبیاییم. اون وقت که در زمان انبیا بودید، انبیا را بدترین اذیتی ها میکردید، الان به نام اونها افتخار میکنید. یا مثلا گروه دیگر از یهودی ها که کی باشن؟ مسیحیان چطور عموم مردم خودشون را فریب میدهند؟ تو گاهی میتونه بشنوید از این تلویزیون های ماهواره‌ای که تبلیغ میکنن، میگویند فرزند خدا با اعدامش خودش، با اینکه او را اعدام کردن، همه گناهان امت خودش را بخشید. علیاذ بالله. یعنی عیسی رفت اعدام شد، اعدام او کفاره تمام گناهان مسیحیان و پیروان عیسی شد. لذا میگه هر غلطی میکنی بکن، هم که عیسی اعدام شده بس برای تمام امت ما. لذا اینطور فریب دادن، این فریب دادن انسان را و این تخیلات، این امانی ها، یعنی تمناهای بیجا، انسان را بدبخت میکنه. الله می فرماید و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. بعضی از اینها امی هستند، بی سواد هستند که کتاب را نمیدانند. لا یعلمون الکتاب یعنی تورات را نمیدانند، الا امانیه، مگر از تورات یک سری امانی یعنی اکاذیب، دروغ های به اینها گفته شده و داده شده، تحویل داده شده. امانیشون چیه؟ علامه اندلسی نوشته و امانیهم ان الله یعفو عنهم و یرحمهم. امانیشون اینه که خدا اونها را معاف میکند و بر اونها رحم میکند. ولا یؤاخذهم بخطایاهم، و اونها را به خاطر خطاهایشون نمیبخشد. چرا؟ و ان آباءهم الانبیاء یشفعون لهم. پدران اونها که از انبیاء باشند شفاعت میکنند. لذا این امانی هست. و این را خدمت شما عرض کنم
که در این امت هم این نوع امانی ها هستن، این نوع تمناهای پوچ بسیاری هستند که صوفی نما، صوفی اصلی نیستند. صوفی نما میگویند وقتی که شما مرید فلان شخص شدید، فلان بزرگ شدید، همین کافیه برای شما. اصلا اگر نماز نخونی همین نسبت پیری و مریدی تو را نجات میده. خیلی افراد هستند که نماز نمیخونند، میگه ما همین ذکر میکنیم، یادی میکنیم، همین به ما بسه. یکی میگفت حتی با یکی از همین پیرهایی که در واقع دین مردم را ضایع میکنه، میگه من توی سفری بودم، هر وقت توی یک هتل بودیم 5 وقت نماز، من میگفتم خلیفه صاحب، پیر صاحب نماز نمیخونی؟ گفت تو نمازت را بخون، تو با من کار داشته نباش، فقط تسبیح میگردوند. لذا اینها را فریب دادن، بیچاره های جاهل را اینها را فریب دادن که همین نسبتی که تو داری، همین که مرید شدی بسته دیگه، تو نجات میابی. بعضی جوان ها از ما بیپرسند درسته اگر ما وارد فلان سلسله بشیم هیچ عملی هم نکنیم خدا ما را میبخشه؟ نه، خدا اگر به خاطر نسبت میبخشید این یهودی ها را میبخشید که اینها تمام پیغمبرزاده هستند. عرض کردم فقط بین موسی و عیسی 4000 پیغمبر مفسرین میگه آمدند، همه اینها پیغمبرزادگان هستند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ای فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم، خودت برای خودت فکری بکن، خودت را از عذاب خدا نجات بده، من نمیتونم کاری بکنم. وقتی که رسول الله برای دخترش نتونه کاری بکنه، پس کدوم پیر برای مریدش میتونه کاری بکنه؟ پس لذا نباید ما دنبال این امانی بریم، دنبال این مسائلی که ما را فریب بدن. باید هر یکی به ایمان خودش، به عمل خودش باید استقامت بکند، تا لحظات موت باید عمل بکند. الله می فرماید و منهم امیون لا یعلمون الکتاب، بعضی از اینها هستند امی هستند، یعنی بی سوادن، کتاب را نمیدانند الا امانی، مگر یک سری اکاذیبی، یک سری دروغهای سر هم کردند و تحویلشون دادند. و اینهم الا یظنون، اینها نیستن مگر فقط ظن و گمان دارن، این تخیلاتی هست و بس. این 4 گروه شد، 3 گروه شد. گروه چهارم از ملاها، اونهایی که تورات را تو خونهشون می نویسند، پیش خودشون می نویسند، میارند از خود می نویسند، به مردم می گویند که این کتاب خداست. این همون تحریف لفظیه. الله می فرماید فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، ویل و هلاکت برای آنهایی که کتاب را با دستشون می نویسند، ثم یقولون هذا من عند الله، سپس می گویند این از جانب خداست، این از طرف خداست. چرا می خواد این کار را بکنند؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تا که به وسیله این بخرند پول اندکی حاصل بکنند. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، ویل و هلاکت برای اینها به سبب آنچه که دستهایشون نوشته، و ویل لهم مما یکسبون، و هلاکت برای اونها به سبب آنچه که کسب کردند. بسیاری هستند در زمان ما هم که از این نوع دروغ ها می بافند و دکانی برای درآمد درست می کنند. بعضی مردم هستند میگن اینجا خواب دیدیم، فلان بزرگ، فلان امامزاده، فلان بزرگوار اینجا دیشب آمد و گفت که اینجا یک قبه، یک اثری برای من درست کنید. مردم را میگه مردم اونجا یک بنایی درست میکنن، ساختمانی درست میکنند و این آقا خودش متولی و مجاور میشه، صندوقهای خیرات هم گذاشته میشه، فقط پول جمع میشه. لذا از این طریق میخواهید پول در بیارید، به قیمت اینکه ایمان مردم را خراب میکنید، عقیده مردم را. لذا اینها باید روز قیامت به خدای بزرگ پاسخگو باشند، به خدای عالم الغیب که از همه دروغهای اینها خبر دارد.
و قالوا لن تمسنا النار، این جماعت پنجم است. آقازاده ها، پیغمبرزاده ها، کسانی که خودشون را اولاد اونها میدانستند. الله عز وجل میفرماید و قالوا لن تمسنا النار، آنها میگویند هرگز به ما آتش نمیرسد، آتش ما را نمی سوزاند، الا ایاما معدوده، مگر روزهای معدود مشخص، در حالی که الله میفرماید به صورت ابد و سرمد شما تو جهنم میسوزید. شما ایمان نمی آورید، شما هم شرک میکنید هم کفر. قل اتخذتم عند الله عهدا، آیا شما نزد خدا عهدی گرفتید، پیمانی، وعده مغفرت که فلن یخلف الله عهده، که هرگز خدا خلف و عهد نمی کند؟ آیا شما چنان عهدی گرفتید یا نه دارید دروغ می بافید؟ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یا بر خدا میگویید آنچه که نمیدانید. الله عز وجل بعد از این قانون و ضابطه را بیان میفرماید. هم تخویف اخروی هست در این و هم بشارت هست در این قانون. بلا، الله میفرماید که اونطور نیست که شما میگویید، بلکه حقیقت اینه. چرا؟ من کسب سیئتا، به این قانون است. دار و مدار بر این نیست که از چه حسبی، از چه نسبی، از چه پشتی، اولاد کی هستی، اولاد پیغمبری، اولاد پیغمبر حضرت نوح داره تو سیل غرق میشه، تو طوفان غرق میشه، پدر ابراهیم به جهنم داره میره. لذا با پدر بودن و پسر بودن کار نداره. زن دوتا از پیامبران، دوتا از زنان پیامبران، زن لوط و زن نوح علیه السلام، الله عزوجل خواندی که فرمود اینها به جهنم رفتند. لذا الله عزوجل میفرماید قانون اینه، زن کسی باشی، پسر کسی باشی، پدر کسی باشی، برادر کسی باشی، این به درد نمیخوره. عمل خودت چیه؟ بلا من کسب سیئتا، هر کسی که کسب کند سیئه را، بدی را، سیئه گفتن شرکن، کسی که شرکی را مرتکب بشه، و احاطت به خطیئته، و خطاهایش او را احاطه کرده باشه، یعنی گناه زیاد داره، جنایت زیاد داره، جرم زیاد داره، هر کسی باشه، فاولئک اصحاب النار، پس این گروه اصحاب نار هستند، صاحبان آتشند، هم فیها خالدون، چند روز نه، همیشه در آتش جهنم می سوزند. اما بشارت، مژده، ببین ما اطراف رسول الله نگاه میکنیم، اموهای رسول الله ایمان نمی آورند، لعن و نفرین از خدا دریافت میکنند. تبت یدا ابی لهب و تب، ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، اینا همه نسبت های نزدیک با رسول الله داشتند. اما سلمان که از ایران هست ایمان میاره، بلال از حبشه و اتیوپی هست، آفریقا هست، ایمان میاره، صهیب از روم هست، ایمان میاره. اینها به هر حال رضی الله عنهم و رضوا عنه میشوند. پس این قانونه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، هر کس باشند، اولئک اصحاب الجنه، اینها بهشتی اند، هم فیها خالدون، همیشه در اون بهشت ماندگارند. خب تمام شد. ما دو نکته که علامه آلوسی رحمه الله بیان فرموده، دو تا نکته لطیف بسیار جالب، اونها را من عرض می کنم. اول می فرماید خدای عزوجل فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، بین ایمان و عمل صالح واو آمد. واو حرف عطفه، عطف مغایرت میاره، معنیش اینه که ایمان غیر عمل صالح است. ایمان نام تصدیق قلبی است، این هم شرطه، عمل صالح هم شرطه. خب
مطلب دیگر که بسیار جالب تر از اون اینه که خدا کنه شما بفهمید، میفرماید اونجا که بحث آتش است، بلا من کسب سیئتا، هر کسی که شرکی، گناهی و سیئه‌ای مرتکب بشه، کسب بکنه، فاولئک، فا آمد. فا میدونید که برای ترتیبه، یعنی این اصحاب النار آتش را مرتب کرده بر شرک. یعنی جزای شرک چیه؟ آتشه. اما اینجا که آمنو و عمل صالحات آورد، اینجا نگفت فاولئک، اینجا فرمود اولئک. یعنی اگر ما ایمان میاریم و عمل صالح انجام میدیم، در مقابل این جزای این بهشت نه، بهشت را خدا تفضلا میده، به ما فضل میفرماید. ایمان اگر آوردیم و اولئک و عمل صالح انجام دادیم، بهشت که به ما میرسه نتیجه ایمان و عمل صالح نیست، نتیجه فضل الله است، لطف الله است. به این خاطر اینجا فا نداره که بهشت را بر عمل صالح ما مرتب بکنه، اما اونجا فا داره. اونجا جهنم بله مرتب میشه بر شرک، اما کسی که به بهشت میره به لطف الله، به فضل الله، فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم. الله عز وجل همه ما را مشمول فضل خودش بگرداند.